قلبم آرامش ندارد بی ولای فاطمه. حجت ما مهدی است و حجت او مادرش، این فلک گردش ندارد بی ولای فاطمه. با عرض سلام و تسلیت به ساعات آقا امام زمان، ایام فاطمیه رو تسلیت میگم به رهبر عزیزم، به همه مردم ایران. امیدوارم که تعطیلات نوروزی بهشون خوش گذشته باشه و تشکر میکنم از همه تماشاگرها و مردم ایرانی که به برنامه خودشون پیامک دادن و بنده حلبی رو لیاقت اینو دونستن که به SMS بدن و من انتخاب کنم. از تک تکشون تشکر میکنم. امیدوارم که منم لیاقت این انتخاب داشته باشم. جا داره از مردم خوب آذربایجان، مردم خوب سراب، شهرستان دوزدوزان تشکر کنم. همشهریای عزیزم در استان تهران، منطقه شیش یوسف‌آباد، مردم با تعصب دوزدوزانی تشکر کنم. امیدوارم که بتونم این جایگاه رو حفظ کنم و لیاقتش رو داشته باشم. همین.